گلو درین کام جوینا عربی لپیش بشار الاسد ودبن پشتی 12 سالان جی کریزا سوریایی روژا 14 نیسانا ای سال نهولاتین عربی لباجار جدای عربستان سعودیه دی جوین قنا حکومتا شامی جدو پیچا سیاسی رزگار بکن. دوی جوینه ده لطانشتان مصر، عراق و اردنه نوی نرین دولتین انجمنا هفکاریا گنداوی آماده دبن. اف جوینا هان پشتی سردانا وزیر کاروبارین دروی حکومتا شامی فیصل المقداد بو ریاض تیلدار خستن. آژانسا رویترز اشکره کر کوش بو وکرنا بالیوز خانه نخواه هر دو آلیان لحف کریه. لگور دزگهن را گهاندنه دیوگرا حکومتا شامی بسروکاتیا بشار الاسد با کم جوینا عربی ده جوینا و یا پنج گلانه وره گوتو بیش کرن. امریکای لباراوان هفدیکنان برنگکی نرم گوت و اول دج باش کرنا پیوندیان لگل سروکی رژیما الاسدن. اپوزیسیونا سوریای جارک دنت فروتن. جدسپیکا کریزا سوریای ده. پرانیا ولاتن کنداوا عربی پشتگیری دا کومکن اپوزیسیونی دور پیچکا سیاسی دانی سر حکومتا شامی و اوج کوم جوینا عربی قوتاند. لیبلی ایرو روش به هولدانن ایران و روسیای و بدنگیا ترکیه دا گیر کر ریل بر روا کرنا حکومتا الاسد دیوکرن و خواه بردده میدانا دولتان. روش آوای کردستانی به بالداری واندان و ستاندنان بشوپینه. فرماندار گشتی حسده مظلوم عبدی ده پیگینا خواه یا به کنالا الشرقی را ده بیجه. نابل سر حساب گلی سوریای با گلی کرد لدج هر لحب کرنه که لسر حساب خوینا خواه گرکه چار سریا سیاسی میجبیر کرن. عبدی اشکره دیکه و پیوندین حسده لگل حکومت شامی هنه لی بی انجامن چمکی او جه چار سریه را نه آمده یا. او هفدیکنه لگل الاسد هم وقتی ماسیا چار قولی یا ترکیا، روسیا، ایران و حکومت شامی بکتن. بنیرینات و الاسد لکم جبنا عربی دگره یان و گلک آستنگی لپیشوی هبن